پاییزه و پاییزه، برگ گلا میریزه، ولی موسیتا یه چالشی دارم که هیچ برگ گلی نریزه. اولین چیزی که برای رشد گلامون لازمه یه بستر خیلی خوبه. بستری که برای گیاهام استفاده میکنم شامل کوکوپیت، پلیت، پیتماس و کوکو چیپسه. هر زمانی که میخوایم پلیت استفاده کنیم حتما پلیتامو میشوریم که گرد و خاکش بره. کوکوپیتی هم که استفاده میکنیم اینا معمولا از سریلانکا و هندوستان میاد و اینا با آب دریا شسته میشه. آب دریا هم که شوری داره، به خاطر همین ما میام حالا یا با آب تصفیه میشورمش یا آب معمولی، یکی دو بار میشوریم که شوریشون بره و یه بستر خوبی برای گیاهامون بشه. نکته طلایی، پلیت که میخوایم انتخاب کنیم دو نوعه، پلیت دونه درشت داریم، پلیت دونه ریز. پلیت دونه درشت معمولا برای گلدونامو استفاده میکنن که دیرتر تجزیه میشه. پلیت دونه ریزم برای قلمه زنی و بذر میتونیم استفاده کنیم. بهترین بستره. حالا تو ویدیو بعدی هم همراه باش که با هم دیگه بگم چه گلدونی انتخاب کنیم برای گلات.